یه سیستم خورشیدی دارید با 8 تا باتری ژله‌ای 9600 وات نامی اما 6 کیلووات واقعی. بهره‌وری پایین، عمر کوتاه و اینکه تمامی تجهیزات موتوری رو هم همشون رو با هم نمیتونیم روشن بکنیم، چرا که به این باتری ها آسیب میرسه و بعد از 1 سال باید یه دونه دوتا همه رو عوض بکنیم. اما چاره چیه؟ چجوری از این سیستم خورشیدی بهره‌وری کامل رو داشته؟ چاره کار استفاده از باتری لیتیومی 10 کیلوواته. 10 کیلووات واقعی. انرژی موتوری هم به شما میده برای روشن کردن پمپ شوفاژخونه‌تون یا کولر گاز. پنل خورشیدی و سانورتر رو که دارید، باتریاتون رو بذارید کنار و از باتری لیتیومی استفاده کنید و فقط با اتصال 3 تا کانکتور با باتری لیتیومی زندگی خورشیدیتون رو ادامه بدید.